بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. باز این شما هستید که یکدیگر خود را می‌کشید، گروهی از مردم خود را از دیارشان تبعید می‌کنید، به ضد ایشان در گناه و ظلم پشتیبان یکدیگر می‌شوید و اگر ایشان به قسم اسیر به شما می‌آیند فدیه ایشان را می‌دهید، در حالی که تبعید ایشان به ذات خود بر شما حرام گردیده بود. پس آیا به قسمتی از کتاب ایمان می آورید و از قسمت دیگری انکار می کنید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی در زندگی دنیا و بازگشت به شدیدترین عذاب در آخرت چیزی دیگری نیست و خداوند از کردار شما غافل نمی باشد. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آنها کسانی اند که زندگی این دنیا را به بدل آخرت خریدند، بنابراین از عذابشان تخفیف دادن نمی شود و نه هم ایشان کمک می شود.